به نظر میرسه داره ضبط میشه. خب مطالبی که آوردم من امروز خدمتون بیشتر برای مرور هست و من سعی میکنم جلسه اینتراکتیو باشه. میتونیم از چت باکس استفاده کنیم. ایکیجی ها رو میذارم، یه صحبت مختصری شاید من بکنم، بعد ایکیجی ها رو تو چت باکس دوستان میتونن بنویسن. من معمولم اینه که یه مدتی وقت میدم که همه بتونن فکر کنن و بعد در موردش بحث میکنیم با هم دیگه. اگه موافق باشید با همین فرمون جلو میریم تا با هم دیگه بتونیم یه مروری کرده باشیم. این چیزا که اغلب بلد هستید. الان میخوام ببینم که اسلاید من عوض شد یا نه. این اسلایدایی که دارم نشون میدم عوض میشه یا دوستان میبینن یا نه؟ یه نفر از دوستان میتونه به من بگه؟ بله. آره عوض میشه. سلام. بله عوض معنی بود به من بگید. خب در مورد وصل کردن لیدا که حالا اغلب اینجا ما نیاز نداریم چطوری وصل کنیم. تنها چیزی که شاید بشه بهش اشاره کرد بیشتر به درتون بخوره اینه که لیدای پوستریور و لیدای رایت هم داریم که لیدای پوستریور به این ترتیب میره پشت. من اسلایدها رو بعدا براتون میفرستم هر کدوم خواستید. پوستریور آگزیلاری، posterior scapular line و left border of the spine، این سه تا لید پوستریور قلب رو نشون میدن. و چه وقت ما نیاز داریم که اینا رو بگیریم؟ وقتی که درگیری سطح اینفریور قلب رو داشته باشیم. علتش هم به خاطر آناتومی کورونر هستش که وقتی کورونر راست دامیننت باشه معمولاً به سطح پوستریور و به سطح راست قلب خون میده و به سطح اینفریور هم میده و بنابراین شما تو ایکیجی 12 لیدی سطح اینفریور رو خواهید دید و برای اینکه بدونید پوستریور و آرویتون هم درگیر شده یا نه باید لیدای راست و لیدای پوستریور هم بگیرید تا ببینید وسعت امای چقدر هست. و لیدای سمت راست هم دقیقاً مثل همون لیدای سمت چپ هستش، منتها میره به سمت راست. پوستریور هم که گفتم میره به پشت. ادامه همینا هستش که میره به پشت. پس در حالت عادی این لیدا رو نمیگیریم. در وقتی که ما امای اینفریور داریم معمولا از اینا استفاده میکنیم که ببینیم آیا همراه با امای آروی و امای پوستریور هم بوده یا نه. از جهت وسعت امای و از نظر پیشاگهی برای ما مهمه و از نظر درمان اونایی که آروی امای دارن اگر فشارشون پایین باشه درمانشون چیه؟ دوستان کسی میتونه کمک کنه؟ دیورتیک نمیدیم، اینوتروپ و مایع. در مایع زیاد تا درجه اول مایع هستش. البته کلا امایای آنتریور هم اول سعی میکنیم یکم مایع چالش کنیم، فشار پایینه، ولی خب اگه تو ادم ریه باشن نمیتونیم زیاد چیز مایع بهشون بدیم. ولی آر وی ام آی قطعاً مقدار بیشتری مایع میخواد. گاهی اوقات حتی 4-5 لیتر 6 لیتر ممکنه لازم باشه شما مایع بدید فقط فشارش بیاد بالا. و اگه ریواسکولاریزیشن رو انجام بدید زودتر، مثلا بهش ترومبولیتیک بزنید، خیلی سریعتر فشارش بالا خواهد اومد. ولی اشکال اینه که نمیتونید اون ترومبولیتیک رو بدید به خاطر پایینی فشار. هی باید بهش مایع بدید، فشارش رو ببرید بالا، بعد بیاید بهش ترومبولیتیک بدید. خب یه بیت الکتروکاردیوگرافی شامل پی، موج پی، QRS و تی و اینم یو ویو که یو ویو مربوط به دپولاریزاسیون پورکینش هستش. QRS از شروع این موج منفی، اولین موج منفی Q، اولین موج مثبت آره، و اگر این بعدش یه موج منفی دیگه باشه این S و اون QE که برای ما مهمه Q پاتولوژیک، حالا در ادامه خواهیم گفت، این اولین موج منفی، این S مهم نیستش. خیلی البته اینا برای شما همه ابتدایی، من سعی می‌کنم سریع جمعش کنم جلو بریم. برای اینکه یه نوار رو بخونیم مهم اینه که اینو به ترتیب این چیزها رو نگاه کنیم. استاندارد، ببینیم نوار استاندارد گرفته شده یا نه. یه نوار استاندارد نواریه که با سرعت 25 میلیمتر در ثانیه گرفته باشه و در این صورت هر 1 میلیمترش میشه 400 ثانیه یا 40 میلی سکند و بنابراین هر خونه بزرگش که 5 میلیمتره میشه 0.2 ثانیه. در مورد امپلیتیود هم هر 10 میلیمترش 1 میلی ولته، بنابراین هر 1 میلیمترش 0.1 میلی ولته. و وقتی شما نوار قلب رو میبینید معمولا استاندارد رو به این صورت به شما نشون میده
که 10 میلیمتر میره بالا و 5 میلیمتر میاد جلو. این نشون میده که این 5 میلیمتر همون معادل یه خونه بزرگ یا 0.2 ثانیه هستش. خب پس این نوار استاندارده. اگه من نواری ولتاژش رو زیاد کرده باشید، اون وقت ممکنه که همین QRS ها خیلی دراز به نظر برسه. فکر کنید شما مریض left ventricular hypertrophy داره. اگه سرعت نوارتون 2 برابر شده باشه چه اتفاقی میفته؟ QRS ها واید میشه و شما فکر میکنید مریض باندل برانچ بلاک ممکنه داشته باشه و مریض فکر میکنید برادیکارده، در صورتی که نیست، در صورتی که شما مریض رو با سرعت 2 برابر نوارش رو گرفتید. و برعکس اگه سرعتش رو کم بکنید این QRS ها با هم نزدیک میشه، فکر میکنید که سرعتش خیلی زیاده، مریض تاکیکاردی داره. خب چیز بعدی که تقریبا تو هر نوار نگاه میکنیم ریتم هستش. برای دیدن ریتم خب شایع‌ترین ریتمی که ما داریم ریتم سینوسیه. ریتم سینوسی قبل از هر QRS یه پی میبینیم و پی معمولا منظمه و QRS منظم خواهد بود معمولا، به جز مواردی که با تنفس ممکنه این یه مقداری تفاوت پیدا بشه بین آر اینتروالا که این چیز نرمالی هستش و در آدم‌های عادی اگر وجود نداشته باشه یه مقداری ممکنه آدم شک برانگیز باشه به بعضی بیماری ها. و اینکه در دوز و AVF پی باید مثبت باشه معمولا. یه حد اکثر دیگه 2 رو اگه شما نگاه کنید 2 لیدیه که بیشتر ما توش پی رو دوست داریم ببینیم. در لید 2 پی باید مثبت باشه تو ریتم سینوسی. اگه دیدید پی تو 2 منفیه اینجا یه اشکالی هستش و این ریتم احتمالاً سینوسی نیست. و QRS اغلب باریک هستش. QRS دیوریشن نرمالش کمتر از 3 میلیمتر هستش، حالا یا 2.5 الی 3 میلیمتر هستش و در ریتم سینوسی معمولا QRS باید باریک باشه. اگر واید باشه و ریتم سینوسی باشه حالا در ادامه خواهیم گفت که بیشتر به باندل برانچ بلاک ها فکر خواهیم کرد. خب این نوار دوستان یه چند دقیقه نگاه کنن، نوار سخت نیستش. یه توضیح مختصر میخوام بدم به این نوار. همونطور که ملاحظه میکنید تا اینجا البته استاندارد نداره نمیتونیم بگیم، ولی خب فرض کنیم که نواری که استاندارد گرفته شده باشه ریتمش سینوسیه، به خاطر اینکه قبل از هر QRS من امیدوارم فلش هم ببینید قبل از هر QRS یه پی ویو وجود داره و پی ویو تو لید 2 به خصوص مثبت هستش. فاصله های پی آر مساویه و به نظر میرسه منظم هستش. چند تا نکته میخوام توجهتون جلب کنم. یکی اینکه V1 که تیش منفیه و پیش هم بایفیزیکه. این نرماله. همیشه تو V1 معمولا پی بایفیزیکه. جزء مثبتش مربوط به دهلیز راسته چون V1 سمت راست قرار میگیره. جزء منفیش مربوط به دهلیز چپه. تیش اینورت توی V1 معمولا. آدم وقتی به دنیا میاد پرکوردیالا همه تیام اینورته و شروع میکنه به مثبت شدن. در اغلب آدما V1 V2 ممکنه تی همچنان منفی باقی بمونه، بهش میگن persistent juvenile T inversion. این نکته دوم. نکته سوم AVR رو اگه دقت کنید AVR همیشه برعکس بقیه لیداست، بنابراین پیش منفیه. خب QRS و تیش و اینا همه چیش منفیه. و نکته چهارم پروگرشن موج R هستش که اگه نگاه کنیم توی از V1 تا V6 برای ما اهمیت داره. V1 یه اینیشیال R داره بعد یه S عمیق داره. V2 باز Rش بلندتر میشه. V3 اینجا دیگه QRS کاملا مثبت شده. معمولا به اینجایی که QRS مثبت میشه از V1 تا V6 میگن ترانزیشن زون. ترانزیشن زون هم معمولا تو V3 است. اگه تا اون آخر همه QRS منفی باشه بهش میگن پور R wave progression که این میتونه به بعضی مریضان نشونه MI باشه. خب حالا اونجایی میرسیم که من کم حرف میزنم. از دوستان میخوام که نگاه کنن و حرف بزنن. جلسمون اینتراکتیو میشه. 30 ثانیه برای تشخیص ریتم این نوار. همه نگاه میکنیم. دوستان اگه تو چت باکس بنویسن من ممنون میشم. ببخشید رفت جلو. دوستان نظری ندارن؟
در مورد ریتم. من تایمرم هم روشن کنم. بله ریتم سینوسیه. دلیلش هم اینه که قبل از هر QRS یه پی هست، ولی همینطور که ملاحظه میکنید فواصل پی تغییر کرده و این همون آریتمی سینوسیه. اتفاقی که در افراد جوان بسیار محتمل هستش. فواصل پی تغییر نکرده. یکی از دوستان نوشته third heart block، منظورش درجه 2. یکی نوشته second degree heart block. فرق second degree heart block با اینه که در second degree heart block بعضی از پی ها هدایت نمیشن. اینجا هرچی پی شما میبینی هدایت شده. لید لانگ دیتو رو نگاه کنید. این پی هدایت شده، پی دوم هدایت شده، پی سوم، پی چهارم، پی پنجم، پی ششم، پی هفتم، هشتم، نهم، دهم، همه هدایت. پس درجه 2 نیست. بلوک درجه 3 چیه؟ بلوک درجه 3 هیچ پی هدایت نمیشه. بنابراین این بلوک درجه 3 هم نیست، چون همه پی ها هدایت شدن. در بلوک درجه 3 چون هیچ پی هدایت نمیشه، پی ها برای خودشون میزنن. شما پی ها رو میبینی QRS ها با یه ریت دیگه میاد. بنابراین هر جا که شما دیدی فواصل پی آر سالمه و ثابته، این به نظر میرسه اون پی کانداکت شده و اینجا ما بلوک AV مطرح نیست، یک آریتمی سینوسیه. نوار بعد 30 ثانیه فرصت، ببخشید 30 ثانیه فرصت برای اینکه بگیم ریتمش چیه، چون قرار دوره کنیم دیگه. ببخشید برید جلو. دوستان بله بعضی از دوستان به درستی اشاره کردن. اتریال فیبریلیشن شایع ترین آریتمی که ما داریم در انسان به صورت آریتمی پایدار میتونیم ببینیم اتریال فیبریلیشن هستش. نکتهش اینه که همیشه QRS های شما نامنظمن و پی قابل توجهی نمیتونیم ببینیم. همونطور که گفتم بهترین لید برای دیدن پی لید 2 هستش. اینجا شما پی واضحی اصلا اینجا نمیبینید، یه سری خط پایه بالا پایین رفته و چیز دیگه ای دیده نمیشه. غیر از اون اینجا یه چیز دیگه میخوام دوستان به اکسیس هم اشاره کنید. ریتم ریت اکسیس، یا حالا میریم جلوتر به اکسیس اشاره میکنیم. کسی میدونه اکسیس اینجا کدوم وریه؟ چپ، راست، نرماله؟ کسی از دوستان؟ اکسیسش به نظر من یکم همچین سمت چپه و برای دیدن اکسیس حالا در جلوتر خواهم گفت به 1 و 2 توجه میکنیم. اگه 1 و 2 هر دوتا QRS همون مثبت باشه نرمال اکسیسه. اینجا لید 1 به نظرم یه خورده همچین منفیه و لفت اکسیس دیوییشن. حالا بعدا در ادامه در این مورد این بحث میکنیم. در مورد مریضایی که ریتم AF دارن، این AFیه که حالا ریتش پایینه، پاسخ بطنی پایینه و شما AF ها رو ممکنه با رپید ریسپانس ببینید. معمولا وقتی رپید ریسپانس باشه هارت ریت شما یه 150 تاست. دلیلش همینه که AV نودتون در حالت فیزیولوژیک میتونه 150 تا هدایت کنه، ولی این مریض احتمالاً دارو خورده ریتش اومده پایین. نوار بعدی یکی از دوستان اشاره کرده ریتم ایدیوونتریکولار. ریتم ایدیوونتریکولار ریتمیه که QRS پهن داره، یعنی بطنیه. ببینید اینا QRS ها باریکه. هر وقت QRS شما باریکه این ریتم بطنی نمیتونه باشه. بنابراین این ریتم از بالای بطن داره میاد، حالا هرچی هست فوق بطنی قطعاً، و چون پی واضح نمیبینید و QRS هم نامنظمه میشه AF. ببخشید یه سوال من میتونم داشته باشم راجع به هر جا که سوال داشتید بگید، چون جلسه اینتراکتیو. راجع به اکسیس چیز قبلی تو AVF وقتی مثبته AVF رو نگاه نمی کنیم. حالا من در ادامه میدم چرا. برای اینکه اکسیس نرمال بین -30 و 90 درجه است.
1 و 2 رو نگاه کن. خب این 30 ثانیه فرصت این ریتم رو بگیم. الان میرسیم به اکسیس. اونجا اگه سوالتون پاسخ داده نشد من در خدمت. فعلا یه خود ریتما رو میخوایم یه مرور کنیم، مهمترین ریتمایی که ممکنه شما ببینید. سی ثانیه کمه نه؟ یه 30 ثانیه دیگه بریم. دوستان نظرشون رو بعد تو چت باکس بنویسن. از چیزم از اینکه بنویسید تو چت باکس چیز نداشته باشید. خب ممنون از چند تا از دوستان نوشتن اینجا SVT اشاره کردن. ببینید SVT یه ریتم یه واژه کلیه. SVT یعنی سوپراونتریکولار تاکیکاردیا. وقتی میگه سوپراونتریکولار تاکیکاردیا این میتونه همه چی باشه. میتونه تاکیکاردی سینوسی باشه، میتونه افیب باشه، میتونه ریتم جانکشنال تاکیکاردی باشه. منتها این آریتمی خاصی که الان شما دارید ملاحظه میکنید این یک آریتمی هستش. من اینطوری توصیفش میکنم، میگم این کمپلکسش باریکه، بنابراین نرو کمپلکسه و وقتی من به QRS هاش دقت میکنم QRS هامون منظمه و من پی ویو نمیبینم. این 3 تا شاخصه رو داره. خب اگه QRS باریک باشه شما نامنظم باشه شما میگید تشخیص AF. تشخیص اولتون AF. اگه QRS باریک باشه و منظم باشه و پی ویو نبینید تشخیص AV نودال رینترنت تاکیکاردیا است که یکی از 2 نوع شایع PSVT یا پاروکسیزمال سوپراونتریکولار تاکیکاردیا. احتمالاً دوستان که نوشتن SVT منظورشون همون PSVT بوده. یعنی اینا آریتمیایی هستن که به صورت ناگهانی ایجاد میشن، اغلب به صورت ناگهانی ختم میشن، تو آدمای جوان شایعن، معمولا بیماری زمینه قلبی وجود نداره و معمولا کشنده نیست. مشکلی که ایجاد میکنه بیشتر تپش قلبه. اینا والسالوا که کنیم اینا ختم میشه. دلیلش اینه که تو ایوی نود ایجاد میشه و وانوور والسالوا ایوی نود رو بلاک میکنه. اگه با والسالوا یا حالا مانورایی که رو ایوی نود اثر میذارن ختم نشد، درمان چویس آدنوزینه که آدنوزین 6 میلی گرم میزنیم. همیشه هم داروهای آنتی آریتمیک باید آروم زده بشن، ولی تو این یک مورد خاص آدنوزین باید به صورت پوش سریع زده بشه. دلیلش اینه که آدنوزین فقط چند ثانیه اثر میکنه و بعد تو بدن در حقیقت تبدیل به مواد غیر مؤثر میشه و بنابراین پوش زده میشه آدنوزین. اگه 6 میلی جواب نداد اون وقت میریم سراغ 12 میلی. باز دوباره یه 12 میلی هم میتونیم تکرار کنیم. اگه جواب نداد به آدنوزین چی میتونیم امتحان کنیم دوستان؟ کسی نظری داره؟ چون میکروفونتون رو باز کنید. سینکرونایزد کاردیوورژن. قطعاً کاردیوورژن یکی از اپشن های ما هستش. منتها دارو منظورمه قطعاً. و اگه مریضی هموداینامیکلی آنستیبل باشه اقدام چویس نمونه، یعنی بهتر سراغ دارو نریم. بعد مریضی که فشارش پایینه، از نظر هوشیاری سطح هوشیاریش پایینه و تاکیکاردی داره، اولین اقدام سینکرونایز شوکه. خب ولی منظورم اینجا دارو. اگه مثلا آدنوزین جواب نداد و هنوز قبل از اینکه شوک بدیم یه داروی دیگه میتونیم امتحان کنیم. یکی از دوستان نوشته وراپامیل دیگه. وراپامیل ما قدیما که آدنوزین نداشتیم به اینا همشون وراپامیل میدادیم. دوستایی که هم سن و سال منن تو بیمارستانای کار کرده باشن، ما زمان رزیدنتیمون بالاخره من سال کی بود رزیدنت شدم؟ سال 80 اینا رزیدنت شدم. آدنوزین اومد تو بازار، یه دونه اونجا نگه می‌داشتن اونجا تو اورژانس، اون پشت مشتا با بدبختی میرفتیم از پرستار میگرفتیم میآوردیم. ولی وراپامیل هم موقع هم زیاد وراپامیل میشه زد. حالا اینجا اگه نگاه کنید تو این نوار غیر از این تاکیکاردی که شما میبینید نرو کمپلکس منظم پی ویو دیده نمیشه که شایع‌ترین علتش میشه AV نودال رینترنت تاکیکاردیا. بعضی کتابا ممکن بگن جانکشنال تاکیکاردیا ولی واژه درست‌ترش همون AVNRTه.
خب یکی از دو نوع پاراکسیسمال سوپراونتریکولار تاکیکاردیای شایع هستش و همونطور که گفتم به والسالوا و بعد درجه بعد آدنوزین و وراپامیل اینا جواب میده. اینجا اگه نگاه کنی یه استی دپرشنی داریم توی لیدای V3 الی V6 هم میبینیم که این استی دپرشن خیلی تیپیک ایسکمی هستش تقریبا. تو لید 2 هم همینطور. حالا 2 تا علت ممکنه داشته باشه. یه علت اینه که مریض تاکیکارده و وقتی مریضی تاکیکارد باشه ممکنه که به خاطر اینکه زمان دیاستول کوتاه میشه خون رسانی به قلب مختل بشه و به نوعی ایسکمی ایجاد شه، یا اینکه ممکنه کرونرش واقعا مشکل داشته باشه. یکی از این دو حالت. به هر حال اینا اغلب باید یه بررسی حداقل بشن که وقتی اینجوری حالت استی دپرشن رو دارن. همینجا میخوام بگم استی دپرشنی ارزش داره از نظر ایسکمی بیشتر از 0.5 میلیمتر و حالت افقی مثل اینا دقیقاً هم تیپیک ایسکمی هستش. اگر اینو بگذاریم که سوال نداره در مورد این، یکی از دوستان نوشته سوتالول، فلکایناید، والا همه داروهای آنتی آریتمیک ممکن روی این موثر باشن، منتها این از اوناییه که دیگه کم عارضه ترین دارویی که میتونیم بدیم چون آدنوزین میدیم. کسی سوال نداره من برم سراغ بعدی. خب یه آریتمی میبینیم. خب 30 ثانیه ببینیم که چه اتفاقی. یه ریتم سه تا نوار V1 2 V5 همزمان گرفته شده. میخوایم ببینیم که چه ریتمی هستش. درود. اغلب دوستان درست گفتن، کاملا درسته. این قسمت اول تا این وسط های نوار که نگاه میکنیم یه نرو کمپلکس تاکیکاردی میبینیم که ما منظم هستش و پی ویو نمیبینیم. پس تشخیص اولمون همون AVNRT، حالا یا بعضی دوستان PSVT حالا میخوام بگن PSVT هستش و از اینجا به بعد به ریتم سینوسی تبدیل شده. یه تفاوت قابل ملاحظه اینه که وقتی تبدیل شده به ریتم سینوسی اون استی دپرشن های ما ریکاور شده، از بین رفته، چون دیگه تاکیکاردی بهبود پیدا کرده. و معمولا شما وقتی والسالوا بدید اگه سینوسی بشه همچین وضعیتی رو میتونید ببینید. بنابراین بهتره که مانور والسالوا رو توی مانیتور انجام بدید. آدنوزین هم بهتره تو مانیتور بزنید. یه تشخیص افتراقی داره این نرو کمپلکس تاکیکاردی که شما پی ویو نمیبینید. اونم فلوتریه که 2:1 باشه. وقتی فلوتر ما، چون فلوتر ریتمیه که معمولا دهلیز با ریت 300 تا میزنه، اگر یکیش هدایت بشه یکیش هدایت نشه ریت بطن ما میشه حدود 150 تا و اون وقت یه پی میفته رو QRS، یه پی میفته روی تی. اون وقت ممکنه یه همچین حالتی ببینیم. تشخیص افتراقیش واقعا مشکل گاهی اوقات افتراق دادنش از این آریتمی و خب یکی اینه که بهش فکر میکنیم که هر آریتمی نرو کمپلکس تاکیکاردی منظم با ریت 150 تا ممکنه فلوتر 2:1 هم باشه، ولی در بیشتر موارد همین AVNRT. اون موقع اگه شما والسالوا بدید یا آدنوزین بزنید اون امواج فلوتر میفته بیرون، آریتمی ختم نمیشه اگه فلوتر باشه و شما تشخیص میدید. به خاطر همینه که ما همیشه باید این مانور رو یا این آدنوزین زدنمون زیر مانیتور باشه، وگرنه هی همینجوری میزنید آدنوزینا رو، بعدم هی میگید هی خط نشد هیچ نمیفهمیدم چیه. بنابراین باید زیر مانیتور بزنید، مانیتور نگاه کنید ببینید که این خط میشه یا امواج پی میفته بیرون و یک فلوتر بوده اید. خب چند تا تراسه گذاشتم اینجا. تراسه ها هر کدومشون مال یه مریضه. خب خیلی سخت نیستن اینجا، فقط میخوام اشاره کنم. ببینید بیت بطنی بیتیه که معمولا QRSش پهنه،
چون هدایت از طریق مسیر هدایتی طبیعی انجام نمیشه، QRS پهن‌تر از حالت عادیه. قبلش معمولا PV وجود نداره و زودتر از اون چه که قرار بوده پی بیاد میاد و بعدش معمولا یک کامپنسیتوری فاز داریم. جهت QRS و T مخالف جهت همه. اینا همه نشون میده که این بیت از بطن اومده. در نوار بالایی که دی هستش همونطور که ملاحظه می‌کنیم یه بیت سینوس میزنه، یه بیت بط میزنه، یه بیت سینوس میزنه، یه بیت بط میزنه، یه بیت سینوس میزنه، یه بیت بط میزنه. و همینجا میخوام بگم شما به بیت بطنی نباید برای ایسکمی نگاه کنید، برای ایسکمی باید به بیت سینوسی نگاه کنید. برای اینکه شما هر وقت بیت بطنی داشته باشید و در ادامه میگم هر وقت QRS واید داشته باشید، شما QRS تون که منفی باشه ممکنه ST elevation ببینید و تی مثبت، و هر وقت هم که QRS تون مثل این نوار E هر وقت QRS تون مثبت باشه شما ST depression و تی منفی ببینید که این نشونه ایسکمی نیست. این یک سکندری استیتی چنج در نتیجه اختلال در دپولاریزاسیون در حقیقت. و بنابراین بیت بطنی اولین بیتیه که این خاصیت رو داره. در ادامه میگیم بیتای باندل برانچ بلاک، بیتای اکسسوری پسوی هم این خاصیت رو دارن. به این میگن بی جی مینی پی بی سی. حالا غیر از اینکه فریکوئنته بی جی مینی هم هست، یعنی یکی در میون. خط ای 2 تا سینوس زده، سومی پی وی سی زده. اینو بهش میگن تری جمینی پی وی سی. همونطور که ملاحظه میکنید اینجا QRS واید، پی ویو نداره قبلش، یعنی زودتر از اون چیزی که باید میامده بیت سینوسی اومده. QRS واید، ST depression داره و T اینورت داره که برخلاف جهت QRS که در بیتای بطنی و بیتای پهن این نشونه ایسکمی نیست. تراسه F 2 تا سینوس زده، 2 تا بط زده، 2 تا سینوس زده، 2 تا بط. به این میگن کوپلت. کوپلت یعنی دوتایی. اینا هرچی اینجوری تر میشه اینا ریسک مریض بیشتر میشه و احتمال اینکه بعداً تبدیل به VF بشه بیشتره. و بالاخره G یه PVC که وسط 2 تا QRS اومده و تقریبا میشه گفت ریت QRSی که سینوسی بوده رو تغییر نداده. اینو بهش میگن اینترپولیتد PVC. حالا اینا خیلی از نظر بالینی شاید کمک کننده نباشه. 30 ثانیه فرصت برای اینکه این ریتم ببینید. خب اغلب دوستان درست اشاره کردن یه ریتم تاکیکاردی بطنیه. یکی از دوستان نوشته ایدیوونتریکولار تاکی که ایدیوونتریکولار ما به ریتم بطنی میگیم که مثلا ریتش کم باشه در حقیقت. بنابراین شامل این ریت زیاده و حالا در ادامه خواهم گفت برای اینکه ریت رو تعیین کنیم ما میتونیم 300 رو تقسیم بر تعداد خونه های بزرگ بکنیم و بنابراین الان اینجا بین 2 تا QRS تقریبا 2 تا 2 مثلا 2.2 خونه اگه فاصله باشه 300 تقسیم بر 2.2 تقریبا ریتش یه جوری 140 تا هستش. بنابراین تاکیکارد و دیگه ایدیوونتریکولار محسوب نمیشه. ایدیوونتریکولار وقتی میگیم که ریت زیر 100 تا باشه. حالا اینجا پس یه تاکیکاردی ما مواجه هستیم. اگه دقت کنیم من توصیف میکنم میگم تاکیکارد مریض کمپلکس QRS اون پهنه و منظمه. شما هر وقت همچی چیزی دیدی تشخیص اولتون تاکیکاردی بطنیه. واید کمپلکس تاکیکاردی without P و regular شاید ترین تشخیصش VTه. واید کمپلکس تاکیکاردی و ایرگولار شاید ترین تشخیصش AF. برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم اگه ایرگولار باشه بیشتر AF و حالا ممکن تاکیکاردی های بطنی مثلا مولتی فوکال و اینا هم باشن، چیزای دیگه هم ممکنه باشه، ولی شایع ترین تشخیصش AF. اگه واید کمپلکس نامنظم دیدید بدونید. حالا این آیا ممکنه یه سوپراونتریکولار تاکیکاردی باشه که با اختلال هدایت در شاخه ها همراه باشه، یعنی با باندل برانچ بلاک همراه باشه؟ بله ممکنه. مثلا شما اگر
یه مریضی داشته باشی مثلا قبلا لفت باندله، بعد حالا یه تاکیکاردی کرده، کیو آر اساش دقیقاً همون شکلی هن و هیچ تغییر شکلی ندادن و منظمه ممکن یه اسویتی کرده باشه با همون باندل برانچ بلاک. پس یه راهش اینه که ایکیجی قبلی مریض رو دیده باشی که ایکیجی تو ریتم سینوسی هم کیو آر اسش وایده و این باندل برانچ بلاک بوده. یه راهش اینه که چیزایی که تو نوار قلب میبینیم به ما کمک میکنه. چه چیزایی کمک میکنه که ما بگیم یه ایکیجی ویتیه؟ یکی از چیزایی که کمک میکنه، حالا چیزای زیادی گفته میشه که حالا بعضی شاید سخت باشه، مثل AV دیسوسییشن، فیوژن بیت، کپچر بیت، حالا اگه فرصت بشه اگه آریتمی بخوایم صحبت کنیم اونا اونجا بهتر بگیم. یکی کانکوردنسه، یعنی از V1 تا V6 بیایم ما نگاه کنیم همه QRS ها منفی باشه، که الان اینجا این همچی چیزی رو میبینیم از V1 تا V6 همه QRS ها تقریبا منفی. اگه همچی چیزی دیدیم خیلی به نفع تاکیکاردی بطنی. و یه چیز دیگه یه که این خیلی راحته، این کریتریای AVR هست. AVR تون اگه مثبت باشه QRS تقریبا اینجا حالا سوسو میشه گفت 0 درجه است تقریبا. اگه AVR تون مثبت باشه ویتکه، تا 95% هم این قضیه حساسیت داره. AVR مثبت با QRS 5 یعنی ویتک. همونطور که دیدیم در ابتدای EKG ها AVR همیشه منفی، حالا در مواردی ممکنه مثبت باشه ولی اگه تاکیکاردی وایت کمپلکس دیدید با AVR مثبت بگینیم ویتکه. این دو تا چیزیه که خیلی کمک میکنه. حالا اینجا اکسیس دیوییشن هم داره، اون چیزای دیگه هم که گفتم هم هست. خب در مورد ریت صحبت کردیم، گفتیم 300 تقسیم بر مربعای کوچیک. میگم که آسونه، چیزی نداره، میریم سراغ اکسیس. خب اینجا اون بحثی بود که دوستمون گفت برای اکسیس. ببینین اکسیس قبلا خب خیلی دوست داشتن اکسیس QRS رو بدونن چجوریه. ما توی یه سری مطالعات میومدن اصلا اکسیس رو تعیین میکردن، وکتور کاردیوگرام انجام میدادن. کلا الان با اومدن اکوکاردیوگرافی خیلی این چیزا زیاد به درد نمیخوره. فقط ما باید بدونیم اکسیس تو منطقه نرمال هست یا نیست و اگه نیستش تو کدوم منطقه است و تشخیصهای افتراقیش چیه. و این از جهت این اهمیت داره که اگه اینو تشخیص ندیم با ایسکمی یا با چیزهای دیگه ممکنه اشتباه بکنیم. الان در ادامه بهتون نشون خواهم داد. اکسیس نرمال بین منفی 30 درجه تا 90 درجه اکسیس نرماله. حالا بعضی کتاب‌های قدیمی گفته بودن بین مثلا 0 درجه و 90 درجه، ولی الان دیگه تا منفی 30 درجه رو نرمال تلقی میکنن. به خاطر همون کتاب‌های قدیمی که حالا مثلا اکسیس رو گفته بودن از 0 تا 90 میگفتن یکو با AVF رو نگاه کنید، چون 0 درجه عمود بر AVF و AVF هم عمود بر 90 درجه است و بنابراین این دوتا رو نگاه میکردید اگه هر دوتا QRS مثبت بود تو این محدوده بود. ولی حالا که گفتن منفی 30 درجه عمود بر 2 میشه. بنابراین اگه یه مریضی بیاد که محورش منفی 15 درجه باشه AVFش منفیه ولی دوش مثبته و این نرمال اکسیسه، تو منطقه نرمال تو این زون در حقیقت نارنجی قرار میگیره. به خاطر همین من توصیه میکنم 1 و 2 رو نگاه کنید. 1 و 2 هم کنار همن همیشه دیگه، راحت تر هم هست. اگر یکتون منفی بشه میاد اینور 90 درجه، این میشه رایت اکسیس دیوییشن. پس 1 منفی 2 مثبت میشه رایت اکسیس دیوییشن، تو منطقه قرمز قرار میگیره. اگر یکتون مثبت باشه 2 منفی باشه میاد تو این منطقه، میاد تو منطقه منفی 30 درجه. چرا منفی 30 درجه عمود بر 2 میاد اینجا تو منطقه سبزه میشه لفت اکسیس دیوییشن. و اگر هر دوتا منفی باشه میاد تو منطقه آبی اکستریم اکسیس دیوییشن. حالا این چه اهمیتی داره؟ اهمیتش از جهت تشخیص افتراقی است. اگر مریضی دیدید رایت اکسیس دیوییشن داره، یعنی انحراف محور به سمت راسته، اولین کاری که بکنید ببینید که آیا دست راست و چپ رو اشتباه بستن یا نه. این خیلی اشتباه شایعه. معمولا اینجوری لیدو میگیره دست راستش میگیره میگه زدم دست راست، میزنه به دست چپ مریض ولی برعکس وصلش کرده. خب اینو چجوری میفهمیم؟ نگاه میکنیم به پی، بهترین چیزم پیه. حالا بعد از پی اگه پی نداشت QRS رو نگاه میکنیم، مثلا تو ریتم AF نگاه میکنیم به پی تو لید 1، حالا یا AVL مقایسهش میکنیم با V6.
دلیلش اینه که اون کسی که این دست چپ و راست معمولا اشتباه میبنده همون اشتباهی که من گفتم میکنه، دست راستش میگیره میزنه به دست چپ مریض، ولی پرکوردیالا رو معمولا درست میزنه. و لیدای وی6 و یک و AVL هم تقریبا هر سه تا لترال قلب رو نشون میدن در یه جهتن، بنابراین همه باید پیشون در یه جهت باشه. اگر دیدید پی در یک منفی بود ولی در وی6 مثبت بود، این دست چپ و راست رو اشتباه بست. دومین تشخیص که از نظر شیوع تشخیص رایت ونتریکولار هایپرتروفیه. اگر دیدید محور رفته به سمت راست و تو ویوانتون کیوارستون مثبته، تو ویوان معمولا کیوارس منفیه، همونطور که اول نشون دادیم یک آر کوچیک داره یه اس بلند که بنابراین کیوارسش منفیه، ترانزیشن زون که مثبت میشه کیوارس تو 3. تو ویوان اگر کیوارستون مثبت شد این و رایت اکسیس دیوییشن داشتید، این آر وی اچ مطرح هستش. اگر یک کریتریای دیگه هم داره اینه که اکسیس دیوییشن داشته باشید به علاوه اس عمیق تو وی5 و وی6 که حالا نشون میدم من تو نوار. سومین تشخیص دکستروکاردیه. دکستروکاردی هم که گوشی بذارید متوجه میشید، قلب سمت راست میزنه. حالا یا چست ایکس ری کمک میکنه، تو EKG هم چیزایی هستش که من حالا نشون میدم بهتون بعداً. چهارمین چیزی که ممکنه باشه یه لترال امایی که یک کیو درست حسابی پرپیمون تو یک و AVL تشکیل داده باشه. اونجا هم کیو دارید، کیو پاتولوژیک دارید، یعنی اولین موجتون در یک و AVL یه موج منفی کیو پاتولوژیکه. و بالاخره اگر هیچ کدوم از اینا نباشه left posterior fascicular block مطرحه. left posterior fascicular block یک تشخیص خیلی معمولا نادری هستش و ممکن در قلب طبیعی هم دیده بشه. حالا در ادامه یه دقیقه وقت برای این نوار ریت اکسیس تا اینجا. اگر هم اکسیس گفتیم راست چپ، علتش رو می‌خوایم بدونیم. یه دقیقه نگاه میکنیم بعد دوستان تشخیصشون رو می‌نویسن. اگر کسی تشخیص اضافه‌ای هم داره غیر از این که من خوشحال میشم بنویسه. هر کی کاملتر تشخیص میتونه بده در موردش بحث میکنیم. از همینجا هر کسی هر تشخیص کامل مثلا ام آی اینا داره میتونه بزنه. اولموس یه دقیقه‌مون تمام. دوستان اگه نظری دارن تو چت بنویسن تا اینجا. اگه تشخیصشون رو بنویسن ممنون میشم. یکی از دوستان رایت اکسیس دیوییشن نوشته، یکی از دوستان نوشته اکستریم لترال ام آی نوشته، یکی از دوستان نوشته اکستریم اکسیس دیوییشن نوشته. ببینید چیزی که هستش اینجا اگر دقت کنیم 1 و 2 هر دوتا تقریبا منفی هستند. منتها باز اون قضیه تقریبا اکستریم اکسیس ها هم تقریبا میشه گفت باید باشون مثل رایت اکسیس عمل کنیم. اگه دقت کنید میبینید پی تو لید 1 منفیه ولی وی6 مثبته. بنابراین این مریض دست چپ و راستش اشتباه بسته شده. خب اون وقتی که اگه اینو تشخیص ندید تشخیص امای اشتباه ممکنه مطرح کنید. بگید این مریض یه لترال امای کرده در صورتی که امای لترال نکرده و این اتفاق برای من زیاد افتاده که همچین مشاورهایی میدن دوستان، میگن این مریض اومده با امای در صورتی دست چپ و راستش فقط اشتباه بسته شده، امای هم نکرده. پس این اولین چیزیه که ما نگاه میکنیم. پی در یک. آیا آر وی اچ داره؟ نه. چرا؟ چون وی یکش مثبت نیستش. اس عمیق تو وی 5 و وی 6 هم نداره. نوار بعدی یه دقیقه برای تشخیص. اگر دوستان تشخیص ریت اکسیس
حالا چیزای دیگه هم اگه هر کسی هر تشخیص داره از جمله ایسکمی امای اینا بگید. بنویسید یعنی تو چت. ببخشید من رفتم جلو. ای وای ببخشید خرابکاری دارم میکنم. این بود. خب تقریبا دوستان دارن می نویسن. یکی از دوستان نوشته سینوس 116 تا اکسیس رایت. من 100% موافقم با اینا، ولی یکم جلوتر بریم بگیم چرا رایت اکسیس دیوییشن داره. دوست دیگه نوشته RVH. با این خیلی موافقم. دلیلم هم اینه که در ویومان دارم یک QRS مثبت میبینم، در V5 و V6 دارم S عمیق میبینم. پس این مریض یک RVH داره. چیزی که میخوام توجهتون رو بهش جلب کنم این TI اینورت تو 2 3 و AVF و V1 و V2 و V3 هستش که اگه ما تشخیص RVH رو ندیم ممکنه اینجا اشتباه بکنیم. مریضایی که RVH دارن در لیدای اینفریور یا در لیدای همین V1 تا V3 شون ممکنه این T اینورت رو ما ببینیم که نشونه ایسکمی نیستش. این T اینورتی هستش که به خاطر هیپرتروفی بطن راست و استرین بطن راست بهش میگن. بنابراین از این جهت ما ریتم و ریت و اکسیس رو میگیم که ببینیم که آیا بعداً اون تشخیص ایسکمی که میدیم درست بوده یا نه. همینجا مشخص میشه که این مریض ایسکمی نداره بلکه RVH داره. RV استرین این تی اینورتا. و اگر هم دقت کنید تی اینورتا قرینه نیستن مثل قاشق. تی اینورت ایسکمیک قرینه است بیشتر از 2 میلیمتر. البته اینا بیشتر از 2 میلیمتر ولی قرینه است. اینا همینطور که ملاحظه میکنید اینا قرینه نیست مثل قاشق. اینا استرین پترن هستش. از نظر ریتم هم کاملا موافقم که ریتم سینوسیه، چون قبل از هر QRS یه پی وجود داره با وجودی که تاکیکارده، ولی ریتم سینوسیه. و نکته دیگه که ممکنه بعضی از دوستان حالا بهش اشاره بکنن یک RA ابنورمالیتیه. همینجا من خدمتون عرض میکنم برای دهلیز ما لید 2 رو نگاه میکنیم. اگر ارتفاع موج پی از 2.5 میلیمتر بیشتر باشه آره ابنورمالیتی مطرحه. اگر دیوریشنش از 3 میلیمتر بیشتر باشه و یه ناچ داشته باشه ال ابنورمالیتی مطرحه. مریضی که RVH داره معمولا دهلیز راستش هم بزرگه. دلیلش هم اینه که فشاری که در حقیقت فشار RV وقتی میره بالا خب دهلیز هم باید زور بزنه خونو بفرسته اونجا، اونم بالاخره فشارش میره بالا. نکته سوم این که هرچی این QRS بیشتر از 1 سانتی متر باشه RVH ما شدیدتره، یعنی فشار بطن راست ما بیشتره. بنابراین اگه مریضی دارید که شما این پولمونری هایپرتنشن درست حسابی داره یه همچین چیزی میبینید یا آر بلند تو V1. اگه خیلی فشار پولمونری بالا نباشه این مثبت میشه ولی اینقدر آر بلند ممکنه نبینید. میریم سراغ نوار بعدی. دوستان اگه سوال دارن بپرسن، اگر که نه که اینو فقط به من بگید اکسیسش کدوم وریه. این درست یکی از دوستان جواب داد فکر کنم دکتر بختیاریه. 1 و 2 QRSش منفیه و بنابراین اکستریم اکسیس دیوییشنه. اینم RVH داره دوستان. اینم V1ش اگه نگاه کنید QRS به سمت مثبت و S عمیق در V5 و V6 داره. همونطور که گفتم اکستریما هم تقریبا مثل رایت اکسیس دیوییشن تشخیصشون رو در نظر بگیرید. نوار بعدی دکستروکاردی میخواستم بذارم براتون ببینید دکستروکاردی چه شکلی میشه. دکستروکاردی
ضمن اینکه اکسیسش حالا اینجوریه و برعکسه، از V1 تا V6ش پرواربی پروگرشن داریم، ولی خب اون با چیز به راحتی خوب دیده میشه. با استتوسکوپ میفهمید که شما قلبش سمت راست. این هم آخرین تشخیصمونه که تشخیص مربوط به اگر لترال ام آی هم نباشه left posterior fascicular block مطرحه. این left posterior fascicular block ممکنه با لترال ام آی اشتباه بشه، ولی یادتون باشه تو فاسیکولار بلاک ها موج اول مثبته ولی تو ام آی اولی منفیه دیگه، کیوه. این اس داره، به خاطر اس کیو آر اس منفی شده، در صورتی که تو ام آی به خاطر کیو آر اس منفی میشه. فرقش اینه. و این تو قلب نرمال هم ممکنه دیده بشه. خب حالا میریم سراغ لفت اکسیس دیوییشن ها. شاید میشه بله میشه برگردی اسلاید به قبلی. آره. ببین الان ویدیو ویسش رو نگاه کن. این نوا رو اگه کامپیوتر بخواد بخونه، من مریض دیروزم هم بود، ویدیو ویسه رو نگاه میکنه میگه استی الیویشن، می‌نویسه انتریور اکیوت ام آر. خب نکته خیلی خوبی اشاره کردید فرهام جان. درست گفتم فرهام هستی شما؟ بله درست. فرهام جان نکته خیلی خوبی اشاره کردی اینجا. خب این بله استی الیویشن داره. من مجبورم یه خود جلوتر برم رو اسلایدام اینو توضیح بدم. ببینید یه آدم جوان شما بیاید اگه نوار ازش بگیرید، بذارید من در بیام این از اسلاید شو، امیدوارم در بیاد. در اومد. اگر یه آدم جوان شما بیاید نوار ازش بگیرید، یه مطالعه بود که تو ارتش آمریکا انجام داده بودن. خب یه چیزی حدود 80-90% ممکنه شما اینجور استی الیویشن رو ببینید، خب که بهش میگن نورمال وریانت استی الیویشن. من مجبورم این اسلاید رو نشون بدم همینجا چون سوال خیلی بسیار خوبی بود. ببینید این نوار A رو شما میبینید پریکوردیالا هیچ استی الیویشن نمیبینید. نوار B رو نگاه میکنید تو لیدای میت پریکوردیال اینجا که فلز زده یه ذره استی رفته بالا. خب این نورمال وریانت استی الیویشنه و در قلب نورمال این ممکنه میگم دیده بشه، به خصوص تو آدمای جوان. و چه مشخصاتی داره؟ یک، تو میت پریکوردیاله. دومی که اگه اینجوری خط پایه رو ادامه بدید همینجوری میره بالا. خب یعنی میچسبه به تقریبا به ادامه کیو آر اس. بعضیا میگن این جی پوینت رفته بالا، در حقیقت جی پوینت الیویشنه. خب اینو بهش میگن نورمال وریانت استی الیویشن. در پاسخ به دوستمون دکتر فرشاد که ارلی رپولاریزیشن رو متذکر شدن، من اینا رو نشون میدم، یعنی این ایکیجی سمت راست. در ارلی رپولاریزیشن هم همین وضعیت رو داریم، منتها یه ناچ کوچولویی هم اینجا دیده میشه، اینجا که فلشا میبینی. این ارلی رپولاریزیشنه که قبلا میگفتن ارلی رپولاریزیشن هم آقا جان این کاملا یه واریانت نرماله، ولی اخیراً دیدن اینایی که این ناچ رو دارن و استی الیویشن رو اینجا دارن بسیار بسیار مینیمالی احتمال افزایش سادن کاردیاک دث تو اینا هست. بنابراین تو ارلی رپولاریزیشن الان دیگه جزء اون بروگادا سیندروما اون چیزایی هستش که جزء اونا میگن. خیلی ندرتا ممکنه تو اینا سادن کاردیاک دث افزایش پیدا کنه، هیچ کارش هم نمیشه کرد، یعنی نمیشه پیش بینی کرد، نمیشه گفت کی مثلا از اینا، خیلی هم نادره ولی به هر حال محتمل. و تو آدمای اینم پس ارلی رپولاریزیشن. و یه استی الیویشن دیگه هم داریم که اینجا این پایینی آخری، اگه از دوستان کسی راهنمایی کنه که چرا اینجا استی الیویشن داریم من ممنون میشم. کسی صحبتی داره در مورد اینم به خاطر ام آی نیست، ام آی ایسکمی نیست، ولی دلم میخواد که از دوستان راهنمایی کنه چرا استی الیویشن هست. نه تالتی نیست. اغلب ببین تیات اغلبشون تو لیدای میت پریکوردیال تال هست. حالا اینم بحث تالتی هم تو لیدای میت پریکوردیال اغلب تی تال هست، اون تیز بودن خیلی مهمه. ولی دقیقاً درسته، دوستان تو چت دارن به درستی می‌نویسن این مریض لفت فاندل برانچ بلاک داره. اگر چون کیو آر اسش پهنه، ریتمش سینوسه ولی کیو آر اسش پهنه. ببین پی ویو قبل از کیو آر اس داره ولی کیو آر اس پهنه. حالا در ادامه میگم که اگر شما ریتم سینوس باشه یا ای اف باشه و کیو آر اس پهن باشه به V1 نگاه کنید. اگر V1 تون منفی بود مثل اینجا که V1 منفی، این لفت باندل برانچ بلاک داره. هر جا شما لفت باندل برانچ بلاک دارید، هر جا کیو آر اس تون منفی باشه استی الیویشن ممکنه ببینید، درست مثل ریتم بطنی یا پی وی سی که در موردش صحبت کردیم.
و هر جام که QRS تون شما مثبته شما ممکنه ST depression ببینید مثل اینجا. امیدوارم سوالتون رو جواب گفته باشم. این اردر پولاریزیشن بود و نورمال وریانت و من برم سراغ همون جایی که بودیم، اسفل السافلینی که بودیم تا شاید به اینجا برسیم. امروز شاید اصلا نرسیم، یه روز دیگه لازم باشه بیایم اینا رو ریویو کنیم. الان نمیدونم اینجا کجام. اکسیس رو اینجا گفتم، یه خود نمیدونم چرا کامپیوترم چیز کند شد. خب left axis deviation شایع ترین علتش left anterior fascicular block. left anterior fascicular block بسیار بسیار شایع هست. تو قلب نرمال ممکن دیده بشه، لزوما به معنی بیماری قلبی نیست. QRS نروه، لید 2 منفیه. و یه نکته دیگه ای که هست که این خیلی به ما کمک میکنه در این که بفهمیم این left anterior fascicular block هست، اینه که این اس عمیقی که تو V5 و V6 ما میبینیم. ما تو RVH هم گفتیم اس عمیق ممکنه تو V5 و V6 ببینیم، ولی اونجا right axis deviation داشتیم. اینجا left axis deviation داریم و اس عمیق تو V5 و V6. بنابراین left axis deviation به علاوه اس عمیق تو V5 و V6 تقریبا میشه گفتش که ما مطمئن میشیم که این یک left anterior fascicular block هست که ممکنه در قلب نرمال هم دیده بشه و این به معنای MI نیست. باید با MI اینفریور اینو افتراقش بدیم. بعضی موقع سخت اینیشیال آ رو دیدن و این اس عمیقه شاید به ما کمک کنه. اگه دقت کنیم میبینیم که توی left anterior fascicular block اول یه موج مثبت کوچولو داریم، بعد این موج منفیه رو داریم. بنابراین این S این Q نیست. دومی تشخیص left axis deviation از همونجا معلوم میشه که inferior MI. سوال آیا LVH left axis deviation میده؟ در اغلب موارد نمیده. دلیلش هم اینه که خب left axis اگه رو اکسیس نگاه کنیم اینجاست، یعنی اکسیس رفته هوا، ولی تو LVH معمولا LVH اینجاست. بنابراین اکسیس ما معمولا 90% موارد نرماله. یه 10% ممکنه اینجا هیپرتروفی داشته باشیم بره هوا، اینجا left axis deviation ببینیم. بنابراین right axis deviation RVH با right axis deviation همراهه، ولی left axis deviation خیلی با LVH همراه نیست. یه نوار نگاه میکنیم که این آسونه نوارش دیگه. این اکسیسش و علت اکسیسش رو میخوایم ببینیم چیه. ریتمش هم که میتونید بگید. یه دقیقه وقت بگیریم. ریتم ریت اکسیس. معمولا من هر وقت که مثلا اکسیس دیوییشن میبینم علتش هم میگم که بعداً دچار اشکال تو تشخیصا نشن. این یه دقیقه تقریبا تمامه. همونطور که اغلب دوستان اشاره کردن ریتمش سینوسیه. این چیزی که اینجا تفاوتی که در اینجا بین این دوتا بیت میبینیم ممکنه این یک PAC باشه که به احتمال زیادم PAC احتمالاً، چون یه خود شکل پی متفاوته از بیتای دیگه، یه خود زودتر اومده، ولی قبل از سر QRS یه پی هست تقریبا منظم. لید 2 منفی از استانداردش هم درسته. لید 2 منفیه. اگر نگاه کنیم V5 و V6 S میبینیم. بنابراین left axis deviation ناشی از left anterior fascicular block مطرحه. نوار بعدی میخوام یه خود پس left axis deviation تو قلب نرمال هم دیده میشه. نوار بعدی یه دقیقه فرصت جهت تشخیص دوستان
تشخیص نهایی هم میخوام به من بگیر اگه زحمتی نیستش. ریتم ریت اکسیس و تشخیص نهایی اگه دوستان میگن ممنون میشم. 1 دقیقه. بله تقریبا 1 دقیقه همون تموم و اغلب دوستان درست گفتن. ریت سینوسی پی قبل از هر کیو آر اس و منظم، همینطور که در لانگیتود می‌بینید استانداردش هم درسته. لف اکسیس دیوییشن و اگه دقت کنیم همه این کیو آر اس منفی. این یک مریضیه که اولد اینفریور وال ام آی داره. مریضی که اولد ام آی داره ممکنه تی اینورت داشته باشه با کیو، یا ممکنه تی اینورت نداشته باشه. خیلی گذشته باشه معمولا تیا مثبت میشه. کیو پاتولوژیک کیویی که دیوریشنش از 1 میلیمتر بیشتر باشه، همینطور که اینجا ملاحظه میکنید تو لیدای اینفریور کیویی داریم که از 1 میلیمتر بیشتر هستش دیوریشنش، یا حالا بعضیا میگن از 1/3 کیو آر اس مثلا کیو بیشتر باشه. همونطور که ملاحظه میکنید V5 و V6 هم این کیو پاتولوژیک داره، بنابراین این مریض یک اول اینفرولترال ام آی داشته. نوار دیگه میخوام بیشتر تشخیص بدید دوستان، چون بالاخره همه چیزو بلدیم دیگه. الان اغلب داریم دوره میکنیم. ریت ریت اکسیس و از نظر حالا ایسکمی و اینا میخوام اظهار نظر کنید. 1 دقیقه فرصت نگاه کنیم این نوار. ببخشید من 1 دقیقه فرصت میدم چون میدونم همه بلدین و اینا. فکر میکنم که 1 دقیقه کافی باشه، بیشتر میتونیم نوار ببینیم با هم. دوستان نظر ندادن، فکر کنم یه خود دیگه وقت بدیم. یه ذره دیگه وقت بدیم، 30 ثانیه دیگه ببینیم نظرات میاد یا نه. یه دقیقه یه دقیقه دیگه یه ذره دیگه فرصت بینیم تا نظرات بیشتر بشه. دوستان دارن یواش یواش اشاره میکنن. درسته همونطور که اغلب دوستان اشاره کردن ریتم سینوسی ریتش چیز حدود 75 تاست. اکسیس ما چپه و وقتی نگاه کنیم اس عمیق تو V5 و V6 میبینیم، بنابراین left anterior fascicular block داریم. چیزای دیگه که بخوایم نگاه کنیم، من بخوام همینجا جلو ریت ریت اکسیس پی ویو رو نگاه میکنم. در همینجا پی ویو من در لید 2 الان نگاه میکنم که یه خود طول زیاد شده، نزدیک 3 میلیمتر شده و یه ناچ داره، بنابراین این یک LA ابنورمالیتی داره.
و بعد چیزای دیگه هم هست که باید نگاه کنیم، از جمله QRS، از جمله LVH و اینا. فعلا چون نگفتم اونا رو نگاه نمی‌کنیم، ولی میریم سراغ تغییرات ایسکمی. در یک و AVL من یه تیم ورت خیلی مینیمال میبینم که این اسپسیفیک نیست اصلا، چون 2 میلیمتر نمیشه. 2 3 و AVF تغییر استی آنچنانی نمیبینم و به نظرم کیو پاتولوژیک هم نداره، چون یه اینیشیال آر داره و به خاطر همین هم هستش که این مریض از نظر اینفریور امای مطرح نیست. ولی وقتی نگاه میکنم V1 V2 رو میبینم به بچه کیو پاتولوژیک ترتمیز اینجا به خصوص سولید 2 ممکن دیده میشه، 2 3 و یه استی الیویشن درست حسابی و QRS منم خیلی واید نشده، هنوز به 3 میلیمتر نرسیده. بنابراین V1 V2 V3 استی الیویشن و V4 هم استی الیویشن و V5 یه مختصری استی الیویشن با تی اینورت هست و V6 هم یه خود تی اینورت شده. بنابراین این مریض یک آنتریور امای هم داره. در زمینه آنتریور امای مریض ممکن دچار لفت آنتریور فاسیکولار بلاک بشه. مریضایی که نبودن لفت آنتریور فاسیکولار بلاک و میشن لفت آنتریور فاسیکولار بلاک، اینا پروگنوزشون بدتره. کلا هر جور بلوکی در زمینه ام آی ایجاد چه پروگنوزش بدتر میشه. اگه سوالی نه، هایپرتروفی بطن چپ نداره. اگه خواستید همین الان من میگم چرا. برای اینکه من برای هایپرتروفی معمولا از کراکتری سوکولوفلایون استفاده میکنم، بقیه کراکتری‌ها رو نگاه نمیکنم معمولا، چون از همه راحت تره. منم آدم راحت طلبیم. میگم SV1 به علاوه RV6 اگر بیشتر از 35 میلیمتر باشه در حالت استاندارد، حالا یا علمیش اینه که بیشتر از 3.5 میلی ولت باشه. الان SV1 اینجا تقریبا 10 میلیمتره، این SV1 آره V6 از اینجا تا اینجا اینم 10 میلیمتر، جمع میشه 20 میلیمتر، 35 میلیمتر نمیشه. پس این کریتریا رو نداره. یک کریتریای دیگه داره سوکولوفلایون، میگه اگه AVL آره بیشتر از 11 میلیمتر داشته باشه، اینم نگاه میکنی اینم 7 8 میلیمتر بیشتر نیست، بنابراین این کریتریا رو نداره. پس بنابراین مریض LVH نداره. اینجا همینجا LVH رو گفتیم، حالا بعداً خواص LVH رو در ادامه خواهیم گفت. در مورد پی صحبت کردیم. پی نورمال پی که دیوریشنش از 3 میلیمتر کمتره، ارتفاعش از 2.5 میلیمتر کمتره. بهترین جا برای دیدن پی لید 2 با لید V1 میتونیم تاییدش کنیم. در V1 من خود برم جلوتر. اینجا سمت چپ رو ببینیم. در مریضی که در حالت نرمال وقتی نوار میگیریم تو آدم نرمال، این اگر که فرض کنید که پایینیه حالت نرمال باشه، در V1 پی شما بایفیزیکه و در لید 2 پیتون مثبت. اگر الی ابنورمالیتی داشته باشید در لید 2 تون این دیوریشن پی بیشتر میشه و یه ناچتار میشه و جزء منفی پی که مربوط به الی هستش در V1 ممکنه بزرگتر بشه. توصیه من اینه که اینو زیاد نگاه نکنید، همین دو رو نگاه کنید بسته معمولا، چون این یه مقدار گمراه کننده است. یه خود لید چپ و راست بالا پایین بزنه این اشتباه میشه. بنابراین همین دو رو نگاه کنید. خیلی هم الان اینجوری بگم پی همچین چیز دلچسب و گوارایی نیستش، چون الان با وجود اکو دیگه خیلی ما با EKG الی ابنورمالیتی و فشار و بزرگی دهلیز و اینا رو تشخیص نمیدیم. بنابراین اگه نگاه نکردید پی هم نگاه نکردید، پی آر رو نگاه کنید لطفا. پی آر اینتروال نورمال چقدره؟ از شروع پی تا شروع QRS باید از 3 میلیمتر بیشتر و از 5 میلیمتر کمتر باشه. اگه از 5 میلیمتر بیشتر شد بلوک ها مطرح میشه. اگه از 3 میلیمتر کمتر شد اکسسوری پسوی مطرح میشه. اوکی؟ حالا میریم چند تا نوار میبینیم در این راستا. این الی ابنورمالیتی پی ویو دیوریشن زیاد شده. این یکی آر ابنورمالیتی پی ویو ارتفاعش زیاد شده، امپلیتودش از 2.5 میلیمتر بیشتره. اگه V1 هم نگاه کنیم V1 مثبت شده. خب یه نوار ریتم ریت اکسیس پی ویو رو نگاه کنیم و تشخیص اگه دوستان بگن ممنون میشم. ریتم ریت اکسیس پی ویو. اگه ایسکمی دارم
اوکی، تقریبا وقتمون 1 دقیقه‌مون تموم شده. البته وقت کمیه برای این نوار سخت. دوستان اشاره کردن سینوس ریتم که اگه موافق باشید اجازه بدید بگیم که ساینوس تاکیکاردی. چرا؟ چون برای اینکه ریت زیاده دیگه، حدود 150 هست، ولی قبل از هر QRS یه پی وجود داره، بنابراین بگیم که ساینوس تاکیکاردی داره. اکسیسش رو بگیم رایت اکسیس اگه موافق باشید، چون 1 منفی 2 مثبت. بلا فاصله نگاه میکنیم ببینیم دست چپ راست بسته شده درست یا نه. میبینیم که در 1 پی مثبت، در وی6 هم مثبت، بنابراین دست چپ و راست احتمالاً درست بسته شده. و حالا نگاه میکنیم برای دومین علت که معمولاً RVH نگاه میکنیم V1 رو میبینیم ای داده بیداد V1 آرش مثبته و بنابراین مریض RVH داره و اس عمیق تو V5 و V6 هم داره. اینم تایید میکنه، هرچند لازم نیست این باشه ولی به هر حال تایید میکنه. پس تا اینجا 1 سینوس تاکیکاردی رایت اکسیس دیوییشن RVH. از همینجا میفهمیم اون تیای اینورت و اس دپرشنی که داریم V1 V2 V3 میبینیم و در لیدای اینفریور میبینیم 2 3 و AVF داریم میبینیم، اینا ایسکمی نیستن، به خاطر RVH هن، استرین پترن. و حالا میریم سراغ پی ویو رو در 2 نگاه میکنیم میبینیم امپلیتیود زیاد شده و بنابراین RA ابنورمالیتی اینجا داریم. پس در مجموع تشخیص ما برای این نوار سینوس تاکیکاردی رایت اکسیس دیوییشن RVH RA ابنورمالیتی هستش. هیچ MI و ایسکمی و اینا هم مطرح نیست. من با عزتون یه لحظه شیر اسکرین رو قطع میکنم، میخوام استاپ شیر کنم. این چهره منور مشعشع تابان منو ببینید، بعد